بینندگان عزیز و ارجمند، تماشابینان گرامی قدر، برنامه فیضی سحر از استودیوی تلویزیون و رادیو تنین ادامه دارد. چون در بالا قید نمودیم، امروز نیز در مهمانی ما رئیس اتفاق بین المللی نویسندگان و طبیبان ملا ظهور طاهری، اکادمیک دکتر طاهری هستند. خوش آمدید به برنامه فیضی سحر. خب، چون گفته بودیم صبح روز دوشنبه که امروز در برنامه فیضی سحر دکتر طاهری دایر به پیدایش بیماری های عصب، خاصتا نیوروز و پیدایش بیماری دل و پیشگیری این گونه بیماری ها و تبابت آن را با هر یک شمایان گفتگو خواهند کرد. بینندگان عزیز و ارجمند، از این لحاظ شما می توانید به ما پیامک روانه کرده باشید دایر به بیماری دل و بیماری عصب. ما تا اندمی که شما تلفن های موبیلی خود را به دست میگیرید، به ما سوال های خود را پیشنهاد میکنید، ما با دکتر طاهری هم صحبت میشویم دایر به شراب تبابتی. شراب تبابتی؟ بله، چون در برنامه قبلیش ما گفته بودید که این زمان در حقیقت ما در رینزباد شهر دوشنبه 5 نو شراب های تبابتی اختراع کردیم که همچون تجربوی حاضر استحصالات بمونیم که چخیل یاردم میکنند. مثلا برای بیماری های قلب، برای بیماری های دل، فشار بلندی، برای بیماری های ویروس، ضد ویروسی، همش از گیاها در ترکیب سپیرت است. البته و شما بسیار نمی نوشید، یک قاشق با آب آمیخته کرده و در آینده من فکر میکنم که این بهترین چیز میشد. با بعضی آدم ها با ماش در کنند یک نمودی شراب و میمالان نقش رو میرود. اینجا چون که شما گفتید که شراب های تبابتی، البته من طول 20 سال است بلزم میبرم. بلزم دکتر طاهری ترکیبش از 9 تا گیاه عبارت است که برای دل، عصب، معده، روده عموما یک چیز اونیورسال نشه رفتگی. مثلا از کسی که گلودر میشه همون دهنش غرغره میکنن با تی گلوش با میمولد دویم روز بعد نیست شده میرن. خوش آدمای دل کسل و استفاده میکنن، کار دل نظم میشه، عصب معتدل میشه. این یک بلزم دکتر طاهری من گفتم که 20 سال باز در فروش هست و این هم یک نمودی شراب قطعی. و مثلا من کتاب های زیاد دارم، تبابت با وینا، تبابت با پیوه، که همه همینا استحصال میکنن. مردمی ما تکنولوژی نوشیدنش نمیدونن، معیار هست، همه چی به معیار هست. اگر همون شراب هم اگر بسیار مملکت های خارجی میرید، عبید به 50 گرم، بیگوی روز 50-100 گرم همون شراب ریخته میتید، چون که هم کار دل نظم میکند، عصب نظم میکند، میکروب های نیست میکند، اینا استفاده میکنند. مردم ما که تکنولوژی نوشیدن نمیتونن، با یک بطولکه دو بطولکه با بیماری‌های زیاد به گرفتار میشن، سیروز پیچی میشه، دیگر بیماری ها وجود میکنن. سلامت باشید. چون در بالا دایر با درد گلو سخن رفت، اینجا یک نفر با تلفن شخصی من پیامک روانه کردن. سلام، با دکتر طاهری سوال داشتم، سلفه بعدی کووید رو چی خیل معالجه کنیم؟ همون کدام شخصایی که کووید شدگی هستن حاضر بسیار از من منتدار هستن که بلزم دکتر طاهری هست، همونو میگیرید دهنه غرغره میکنید، با دست میریزید بالا میمونه 3 دهم بار، بعد اکتیویرونی اوگل هست، تبلت که کومور، یعنی که شما میتونید که 1 کیلو وزنتون با یک تبلت که اگر 70 باشید 7 تبلت که استفاده کنید. و چیزی دیگر ساده هست، یک قاشق چایخوری ساده میگیرید 200 گرم آب آمیخته میکنید مینوشید، سلفه نشده میره. یعنی که سلفه بعد از بیماری کووید، بعد بیماری کووید. سلامت باشید. یک نفری که در دلم بسیار تیز زده میستد و درد هم میکند، سببش چی باشد؟ و از درد سر هم بسیار میشوم و به قوتی میکشم. البته یکماش باید سین سالشون رو گم میزدن که متاسفانه اینجا سین سالشون رو هستن نوشتند. کاری دل، مثلا دل در حساب میمونه اگر 1 دقیقه با 70 مرتبه کشش کرد، برابر هر یک کشش کردنش 70-100 میلی لیتر خون حرکت میاندازن. وقتی که از 90 که زیاد شد ما اینه تاکیکاردی میگوییم، از 60 نفس باشد پایان باشد بردیکاردی میگوییم. برای این حرکت در اینجا نشانه های بیماری پیدا میشد و تبابت هر یک بیماری هست به شرطی که آدم ها داند راهش.
منم خودم همین یک دو روز از تاشکند اومدم الکی یک همون سلفای گفتگی همونو پیدا شد لیکن من که دانش دارم الکی خودم نقص کردم همین دوام دو روز به سلامتیم جابجا کردم آدم زنده چیکاری که گفتم تغییر یافته میشه در ارگانیسم سینو سالم 40 سال است موهای سرم بسیار میریزند و الکی خیلی هم کم شدن با تمام شامپون های هم قیمت و هم ارزانترش استفاده بردم لیکن شامپون پرابلم موی سر حل نمیکنه پرابلم موی سر به واسطه از معده روده جگر ارگان های خوراک‌کنی وابسته است که اگر غذاهای لازمه خون جابیده گرفته تواند تامین کند زیر پوست با حجره ها هست تامین کرده تواند موی نمیریزد برای همین خواهری سوال داده که باید یکم سیستم خوراک‌کنیشون نصب کنند معده روده جگر تلخدان بعد با قسمتی شستنی موی سرگزنند چون که همه ما آدمای ما تصورات کنند که خون رفته آمده است جای خون تازه میشده که دو فیلتر هست یکم فیلتر جگر دوم فیلتر گرده مثلا وقتی که جگر ناز کار کرده نتواند خون تامین کرده نتواند به واسطه طب خطایی هم میگوید که دلت کسل میشد موهات میریزد کور میشی دیگه پرابلم میشد وابستگی جگر قطعی مردم ما خیلی تصور ندارن میگم من مو ریخت یاد دارده که من مومو ناز کنم ارگانیسم یک چیزی بتون بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند چوز به درد آورد روزگار دیگر روزها را نماند قرار ارگانیسم باید دیگرش علاقمند هست باید مردم اینو دانند در حالتی که شما غذاهای سالم قبول کرده میتونید غذای سالم چی داخل میشه تمام میوه‌جات سبزیجات هر چی در طبیعت آفریده شدگی حاضر مردم ما چخیل اگر هم بازار پنجشنبه دوره دیگه الکی 20% همونجا کامپیوتر هر خیلی هست مثلا با همش ترکیبش با چیزای بلازان انداختگی کراسیتل انداختگی آنها برای ارگانیسم مفید نیستند برای ارگانیسم مفید زردالو قوق سیب پیستا آنچه که در طبیعت خدا آفریده است آنچه که ما صنعی میسازیم آنها ضرری خودش دارند این علم اثبات کردگی هست و مردم که میبینن خوشرو ها امروز خوشرو ما با لذت همه چیز میکنن از روی کراسکه های هر چیز گرفته برای این باید که شما سیستم خوراک‌کنیتون رو نصب کنید چی استفاده کنید مثلا کرم خام سبزی شلغم تورپ میوه ها من همینه که خورده استادان گرید فونکسی کاری معده رودوی جگر که برقرار شد موی شما هم آسته ریزشش کم میشد ما برای ریزش مو بسیار توصیه میتیم آب پیاز گرفته مولده آب پیاز کتیبه میکنم بعد گیاهی خوری گزنده هست کرپی و از وای شامپون هم میبرن اون استفاده میکنن مردمی پیشتری تاجیک نه شامپون بود نه هیچی اساسا سرشون یک هفته و یک مرتبه میشتن با زرده تخم یک مرتبه میشتن با جرغوت درست دو تا چیز اساسی امروز که خیلی میدونید همه جا چشم‌ها می‌زنند این شامپون این یک بیزنس است آدمایی که مثلا دانشمند هستن همه چیزای به استفاده نمیبرن همه چیزای مثلا در یاد دورم خودی من نیست بیبی هایم استفاده میبردن از آب خاکستر آن این درست است آب خاکستر هم یاردم میکنه شما همین فهمید که همین اکتیویرین اوگل این هم همین علوم میکنن خاکستر همونو میگیرن استفاده میکنن خیلی که من در اون برنامه گذشته گفتم کتاب نفت تیار کردم در اونجا یک باب درباره طبابت با خاک‌ها هست و همه چیز ما باید کوشش کنیم که از زمین استفاده بریم چیزای طبیعی استفاده بریم وقتی که ما چیزای طبیعی استفاده بریم حتما ارگانیسم تأثیری ناز دارد بعد شخصیت مقصد موند که ما ریزش موچ نیست میکند از پایه شود 100% نفس میره سلامت باشه چون در بالا گفته بودیم و در برنامه گذشته نیز تاکید داشتیم که امروز برنامه فیضی سحر با دکتر طاهری مستقیما منظور شمایان است و موضوع امروزینی برنامه فیضی سحر با دکتر طاهری این پیشگیری بیماری های دل و عصب می باشد مرحبا درباره بیماری های عصب ما همین گفتنی هستم که 90% اهالی روی زمین عصبش خراب است این تاثیر سخن یک زخم زبانی طعنه‌انگیز بدتر ز هزار خنجری تیز گر تیغ به جسم رساند آزار سخن به دل کند بار یک خبری نادرست آدم با بیماری های زیاد گرفتار میکنه وقتی که من در استراحت جواب گرم کار میکردم سال 85 تا 89 یک نفر زن پیش من فرستادن که این کسی گیپنوز کنید خوابشون نمیبرن
دکتر پیش از آن که مثلا بیمار قطعی باشد صحبت میکند و من سبب پرسیدم که چی شد. گفت که اینجا اومدم بعد 2 روز استراحتگاه اومدم زنگ زده گفتن که شبرتون از زنک دیگه گرفته رفت. اما همسایه‌اش میخواستن اویلای اینو بیرون کنن. بعد من گفتم خواهرام گفتن شما من 2 روز جواب میتیم رفته شبرتون رو تفتیش کرده بیایید چون که شما اینجا گیپنوز یاردم نمیکنن. وقتی که وای رفت دید اومد پرابلم حل شد نادرست اینفورماسیون دیگه گیپنوز هم درکار نشد چون که پرابلم حل شد. انا هم برای همین امروز بسیار خبرهای نادرست مناسبت نادرست تاثیر نادرستی سخن و تمام بیماری ها پیدا میشن. نمودی بیماری های نیوروز گوناگون میشن. مثلا یک نمودی بیماری ها هست که استریسکی نیوروز میگود آدم ها در نتیجه که کارش برار نمیگیرد زندگیش ناز نمیرد خودش بیماری میزند. چشمش کور میشد گنگ میشد شل میشد. من خیلی بیماری های زیاد دیده هستم. مثلا یک نفر مرد تحقیق کرده که از نزد همین مزار وقتی که گذشته اینجا جای چیز هست جن و اجن هم خیلی چی دارد بیگاهی تاریکی میگذارد که در نظرش 2 تا آدم 2 تا کارت کتی میبرن تا خانهش دویده میرد مسافه قریب 2 کیلومتر 5 دقیقه میکنیم میافتد بیهوش دیگه گپ نمیزد 17 روز گپ زدگیش نیست میادم چون که مرکزی گپ زدن کلخ میشد. وقتی فولاد من رفتم و گفتن همین بچه یوشو این میمورد و گم نمیزند خیلی چیلاسیم کردگی دومولوی بسیاری در روی حولشو کرد. بعد در آمدم من اون بیماری گفتم که زبانتو نشونتی زبان خودمون براردم نشون دادم. وقتی که فلج میشد اینسول زبان اطرافه کشیده میشد لب کشیده میشد زبانی باید در جوش بود. خیلی اینه الکه فکر کردم که این کسری فلج نه این ناز میشد. با آسته آسته گیپنوز کردم و عموما صدا برآورده نمیتونن. بعد گفتم که آگو آ ب آسته آسته آواز پیدا شد. بعد کلمه گذاشتیم. بعد کلمه گذاشتن خیلی سوال جواب کردم. با چشم تو کشو گفتم چشمش کشوده همون یک طرف نگاه کرده ایستاد. گفتم خب گپ زن گفت که نوای مردکا کورت کلی ایستادگی. یعنی که الکه ترس و وهم در معنی وای جا شدگی. گشته با گیپنوز کردم و مادرش گفتم که 2 تا کورت بیاری. این کرد با از همون حالت گیپنوز بیرون کردم و گفتم من این کورتو ما باید زده کشتم و باوری حاصل کرد. بعدی باوری حاصل کردن گپ بدن اومد براردیم شیلوندیم مردم من همین یک سیانسی ممکن یک نیم ساعت 1 ساعت دوام دادگی گیپنوز همه آدما 100% سلامتیش برقرار کرد و حتی در سیانس های تلویزیونی ماند گذاندگی سال 91 بود. این مردک برآمد کرد گفت که من هم خیلی گنگ بودم 17 روز گپ زدن نتوانستم من با واسطه گیپنوز نشدم. این استریسکی فرم بود. مثلا بعضی با آدما هستن که فلج میشن. این خیلی کم من بیماری دیدی که از ترس از خبرهای نادرست با اصول گیپنوز این تاثیر سخن هست. برای همین امروز که مثلا در بین مردم دروغگویی فریبگری چیزا زیاد هست کسل‌های نیوروز خیلی و خیلی زیاد میشه. مثلا 2 تا در همون کتاب اسرار زناشویی من مثال آوردم که یک پسر 2 دکتر نظم میدن. اینش هم وعده میداد که توی میگیرم اینش هم. بعد چند وقت همون یکم دکتر خیلی زخم که میکنن این میفهمد این دکتر بیهوش میشه میافته. اون وقت من در خرابالو مرکزی کاردیولوژی کار میکردم برداشته آوردن 4 روز بیهوش بودم این دکتر فقط گیره میکرد دیگر وقت نزد من آوردن که گیپنوز کنید اینجا هم صحبت کردیم بعد نقل کرد که ما هم تو شدم این باشه من گفتم گوش کن تو حالا دکتر هستی هستم بود من گفتم ممکن وای زام میگیره تو با تو خیلی جدا میشی حالا من تو که دکتر هستی زندگیت با ممکن اون باشه بهترشه یا بی وقتی که وقت خطاگی خودش فهمید درک کرده توانست بعد 2 روز گفت که من نقش شدم من جواب دادم چون که این اینفورماسیون خبری نادرست و برای همین هم باید آدم ها دانن در کدام حالت ها هست و خودشو به هر طرف میزنن پیش فولمین جادوگر و دیگر چیزا رو رفته میگیرن این نمودهای نیوروز هست که در آدم ها پیدا میشد البته این نیوروز یک کتاب کلام دارم من در اونجا نمودهای نیوروز خیلی گوناگون هست که در نتیجه اخبارات های نادرست مناسبات نادرستی اویلوی در جاهای جمعیت در همان حتی وقتی که استودنت دانشجو میرد بهای جوابی نظم میترد معلم بهای چیز میترد و نیوروز میشد من بهام دانشم نظم بود تو من با خیلی بها موندی عصبش خراب میشد خودش گندیس میکند فشارش میبرد دلزنک میشد این همش مناسبت های بین آدم ها همین نیوروز های با وجود میاره
تشکر. اینجا یک نفر به ما پیامک روانه کردن. تشکر میگوییم که برنامه رو با دکتر طاهری تشکیل نمودید و چون سخن درباره بیماری عصب رفته ایستاده است، میگفتید که سبب وقتی که سخت سخت میشوم پوستی دستانم خشک میشود و میریزد. این هم در با انامین عصب وابستگی دارد یا اینکه این دیگر نموده بیماری است؟ البته چخیلی که ما شعر ساده گفتیم ارگانیزم یک گیرش قطعی علاقمند هست، لیکن خوششوی پوست ترکیب همین ها باید مردم همین چیز عادی فهمند که همش همین خون در گردش وقتی که خون ترکیب خون غذاهای لازمه نقض آورده پوست خوش نمیشد، لیکن عصبی که شدید رگ‌ها تنگ میشد، مبادل ماده ویران میشد. این دو چند همون بیماری زیاد میکنند. چقدر عصب آرام باشد همون قدر سلامتی شما نقض عمر شما دراز میشد و پوست شما روی نقش رفتن میگیرد. ما چیزهای عادی‌ترین نمیدونیم. مثلا هم کس حاضر سوال دادن که پوستی ما خوش میشد، ما همین خربزه میخوریم، تربوز میخوریم، بادرین، همه هینای گرفته بعد این پوچوخش کردیم بدن پوست مولش دادن درکن. این الکه یک نمود کریم میشد، ناتورال کریم میشد. مثلا وقتی که من در شرکتی گیاه‌سنتی ایران سال 94 کار میکردم، اونجا شرکت تمامی همین چیزهای طبیعی استفاده می‌بردن و وقتی که اون پوچاک خربزه و تربوزه بینم که در همونجا هم پاک کرده میفروشن، ما میپرتیم یا مول بنویسیم. همین مردم آموزاندن نخواد، چون که خدا طبیعت به همین چیزا آفریده. مثلا همون پوچاک تربوزه وقتی که وقت خوش میشد گرفته معده کنه ما جوشونده تیم راههای پیشگیری کردنی سنگ گرده میشه. یا که از آن جمله در همونجا وقتی که من دومچه گیلاس و اولوچه میفروشم برای سنگ گرده، مثلا یک قاشق چیز همون چوبک گیلاس یا 200 گرم آب میانزد میجوشوند 2 هفته مینوشد سنگ گرده نیست میشه. چیزی عادی ما موسر میپرتیم، نمیدونم این چیزا. سلامت باشه، تشکر. خب نفری دیگر به ما اینجا سوال پیشنهاد کردن. وقتی که سرم رو از تشخیص گذرانیدم گفتن که خرابشوی عصب و کاری معاینه‌ام سست شده است. چیکار کنم؟ چیکار کنید؟ من برنامه ساختگی، برنامه من هر روز 1 ساعت خنده میکنید. خنده بهترین دارو هست و آن کتابی که من سال 2012 نوشتم سمیخ تراپی، بیماری‌های وزنین ترین که شل میشدن دیگه میشدن در اون روز 2 ساعت 3 ساعت میخندیدن تیز نظم میشدن، چون که در حالت خنده آدم خودش رو باید مجبور کرده خنده. ارگانیسم خودش لوب‌های مغز جدا میکند و ارگانیسم هم جواب میکند، در تو هم نیست میکند. دویمش هر برنامه ما هر بیگاهی نیم ساعت رقص کردن حرکت. ما باید اینا مردم خودمون آموزونیم اگر خواهند که عمری دراز بینن و سلامتی خودش رو برقرار کرده توانند. فقط خورید و خواب کنید و پیش تلویزیون شناسید وقت شما سالم شده نمیتونید. و من 10 سال پیش در گازیت زوج رسه یک مقاله کلان چاپ کردم که здоровье это тяжелый труд. надо заниматься ежедневно. ما باید که هر روز خودمون مجبور کنیم پیاده گردیم، آوازه کنیم، حرکت کنیم، مثلا شستشو کنیم، خونه کنیم. این صنعت هست، این آموزاندن نخواد. و برنامه که ما تیار کردیم با چند علمای روسیه искусство здоровья، صنعت سالمگردانی و از طرف پرزیدنت روسیه دستگیری شد 2019-2024 پیلوتلی کار رفته ایستاده است و حاضر همین برنامه ما میخوام که در تاجیکستان عملی کنیم. لیکن افسوس که مثلا ما هر مرتبه به حکومت رو می‌نویسم، حکومت وزارت تندرستی وزارت ها سوال ها نه قانع کردن نمیتواند جواب های آنها، چون که باید منو دعوت کنند پرسند تو چی میخواهی چی نمیخواهی. و حاضر من یک کتاب تیار کردم با نام مکتوب ها گم میزنند. مثلا 100 مکتوب هایی که من در سطح حکومت جمهوری نوشتم وزارت ها میرن یا ناحیه ها میرن، اکثریت آنها نادرست جواب میتین، یگان تصوراتی نقض ندارن. بعد خفه میشم. من مثلا بعضا میگم که در وزارت آدم‌ها اینقدر دانشی نقض ندارن، دانشی نقض میداشت پیشنهادهای من دستگیری کرده میتونستم. انا برای ما میخوام که یک خیلی کار در اینجا هستیم و کروگلیستول، یک کروگلیستول شد اینجا مثلا وزیر معارف، وزیر تندرستی، وزیر اقتصاد، اما خیلی یک بحث‌های علمی کنیم که فهمونیم که اقتصاد از چی وابسته، از سلامتی خطی.
маориф саломатӣ қити вобаста, тандурустӣ саломатӣ қити вобаста. Айна омӯзондан дар худ. Масалан, он пешниҳоде ки ман карда будам соли 2012 аз тарафи вазорати маориф дастгирӣ нашуд, ҳамин дар мактабҳо ҷорӣ намудани чойҳои зидди зоб, ҷоғар, зидди